بیمار هدیه بدی و لذت رو به اون بیمار هدیه بدی. وای چه جوابی. بیمار یا خودم وای من یه بیل راه به تو میدم. عالی شد. من باید اومد یه بیل لازم بگیرم. یه بیل راه اوله بیل. شما یه فرغونیه. الان چه ربطی به جملت داشت الان تو الان چی کنی؟ بتونه برای جمع کنه دیگه. چیو با فرو خون جمع کنه؟ نه دیگه مردم. این دسته ببین چپش خالی خالیه. دسته چپش چی میدیم؟ یه عصای شعله‌ای. چی بشه؟ دکمه یا می‌ذاری شعله‌اش میاد. آتیش میدن دکش بالا. مزخرفه. بچه‌ها سلام. سلام اینجا سلام. چشی بازه. سلام نکن دارم توضیح میدم. من آرزو. محمد نحمه. محمد با در بازی خدمت شیر مرغ هستی. بگو در خدمت کی هستی؟ من هستیم. ما در خدمت بیرانگان هستیم. بازی در خدمت محمد جان هستیم با بازی شیر مرغ. خب بله. بازی حالا شیر مرغ. لیزش بده اون 20 رو. خب این بازی به این صورتی که تعداد نفراتش از 3 تا 10 نفر میتونن بازی کنن. مدت زمان بازی حدوداً 20 دقیقه است. رد سنی هم که مثبت 8 و خیلی بازی ساده ایه. خیلی ساده یا شیر مرغ نشون جمع و بدم. جور و مسافرتیه بدن. آره. تو جیب جا میشه. حالا بس جیب مال. جیب مال. جیب عقب. اوکی. خب ما 2 نوع کارت داریم که این کارت مشتریمونه. به این ببینم صورته. این هم کارت محصولاتمون. حالا محصولات به این صورته که میتونه کتاب باشه، میتونه هر چیزی باشه. چند تا بده؟ کارتاش متفاوته بله. 30 تا کارت مشتری داره. اجازه است من دست 70 تا بزنم هم دیگه. کلمه است که همون محصولاتشه. این محصولات بله. همشون هم مرغن که نه عکساشون یکی نوشته‌هاشون آره. فرق می‌کنه. کنارشو بخونیم. ولی ایناش متفاوته. کنارشو خودتون بخونید. اینجا ایجابر کنارشو خودتون بخونید. ما حال نداری. ایناش این متفاوته. توش چیه؟ نگاه کن. آه. اینا مشتری محصولات اوکیه؟ نه اوکی که نیست. بفرمایید شما ادامه بده. بله بله. نه می‌خواستم بگم اینو محصولش قیافش فرق می‌کنه. شخصیتش قیافش فرق. مشتریاش کارت رو میدی؟ کارتاشو میدی. یا بابا کارتتو بگیر. کارتامو میدی. فرق نمی‌کنه. به هر کسی ما 6 تا کارت میدیم. 6 تا کارت محصول. یه بار دیگه بگو. محصول. ببینی؟ میشه دید؟ بله. نگاه کنم. هر که خودش دیگه. بور آره، زدی؟ اونو بور آتیش نخورد کنه. آقا این چه کارت رو وضعشه؟ به هم نشون ندی. همش شماره اومد. یه توضیح کلی بده بعد الان می‌خوای بازی آره. کنی؟ نه هم فعلا کارتاتون جلوتون باشه. اون باید باشه. اه، من اونجا رو شطرنجی می‌کنم. آقا گوش کنید. آها. خب ایوه. یه کارت فروشنده پاره یعنی خریدار که قرار مشتریمونه قرار خرید کنه. مثلا من میام کارتمو میذارم اینجا. کارتای خودم وسط کارت برمی‌داری. آره کارت مشتری رو برمیدارم. میدارم. بعد مثلا میگم که این کارت من دلقکه و شما باید یک جنسی رو معرفی کنید به من که من مجاب بشم اون جنس رو ازتون بخرم. حالا میتونی این 2 تا کارت هم به عنوان مثال من مثلا بیام چیز بکنم. یکیش شعله است یکیش دستماله. یک کلمه ای بسازید که مثلا دستمال شعله‌ای که اصلا به درد این مشتری بخوره. یه ترکیبی از یه ترکیبی بسازید. نه جمله نه. یه ترکیبی بسازید که به من مشتری بخوره و شعله من دستمالی مجاب نمیشه؟ بشم بخرم. 2 تا بله فقط 2 تا. چشم بابا این 2 تا. کارتات نگاه کردی عزیزم؟ بله بله. مثل لوزر. الان تو رو مجاب کنیم. بله. خب به این صورت هم ساعتگر میچرخه. هر دفعه یه نفرمون میشیم آره خریدار. آره همینجوری خریدار عوض میشه. مثلا سری بعدی آرزو میشه خریدار یعنی مشتری ما. خب کی میبره؟ وقتی فروش بره 2 تا کارتت میسوزه. خب یعنی ما همه هم دو رو تا کردیم کارت. 2 تا کارت دوباره 2 تا دیگه هر تو هر ران 2 تا دست برمی‌داری.
همون گفتم یه خب الان تا تاش توضیح بده. خب خب توی توضیح دیگه الان بازی کنیم. کارت اینا باید تموم شده باشه. اوکی دارم میگم بعد هر کی جلوش اینو داشته باشه فلان. کارت خریدار تموم شده. هر کی آره. بیشترین اینو بذار واسه بیشترین خریدار رو گرفته بیشترین باشه. مشتری داشته باشه بله. اون برنده بازی. اوکی. با تشکر از توضیحات خودتون بزن وسط دیگه می‌خواستیم الکی بود سری آماده هم کرده از اول. حالی نشون بده. خب گدا. گدا هر کی بالاخره به نسبت شخصیت خودش آخه چرتی بیفته دست. ما دکتر مهندس گدا به چی بفروشیم 1000 ماه بعد. خب اینجوریه که 1 دقیقه وقت دارید انتخاب کنید. آن تایم هم داریم؟ آره. برو 1 دقیقه چه تمام ایزی الان چنان بکنم تو پاچش برم. ببین که خوبم باشه آری لجبازی نداریم دیگه یعنی چی؟ من اصلا حال میکنم از تو جنس نگرم تو زمین بزنم. من گدا رو اینجا بذارم. نه گدا شما انتخاب ممکنه کردین؟ نقاط تو بفروش چیکار با ما داری؟ باید انتخابش رو نه. بکنه. ممکنه مثلا من یه چیزی بگم ایشون یادش بیفته. من انتخاب کردم بیا. خب محسوسون داره. من محصولم یه جیغ نانه جان که میتونی جیغ بزنی نون میخوام همه بهت کمک کنن. واقعا تاثیرگذار واقعا به درد گدا میخوره. آره جیغ نان بله. نان خب یه تیکه نون میدم به گدا چی بدم؟ بفهم ساکت چه خانم من نور آینده رو بهت میفروشم. آینده روشن میشه. نه کنم با این نور آینده تو به کجا برسی. اینا رو ول کن اینا همش بچه بازیه به زور بهت کارت دادن نون جیغ و فلان و نور آینده. تو یه صندلی تشکی میخوای که بشینی قشنگ گدایی میکنی. خب طرف ببینه راحت نشسته دیگه صندلی تشکی بذاره. نه با نور یکی جیغ بزنه نان بهت کمک کنه. اون میگه نان بهش کمک کنیم. این واسه کارشه واسه شغلشه. نه این طولانی این معلومه گدای اون گدا چیزیه. چی بسته؟ تشک صندلی تشکی. تشک آینده هیچ کس انتلکتیه. اینا رو فراموش کن. آینده اینا رو الان تو باید بسازی. بابا شو بگم من الان گوشتم گدا نون میخوام. متاسفانه این بازی جوریه که کاملا میتونید فامیل بازی کنید و فقط به اونایی که حال میکنید بفرستید. خب این دو تا کارتی که شما اینور ساعت خالیه. همه چی از این ور همیشه همون میشه اونور پره. من اینجا یهو کی بیاد؟ آیا ابراهیمی شما کارت بردار. خوناشامم. از بهت نمیخوره خون تو بدنت نیست الان. سفید خوناشام. با آقای خوناشام چی بفروشیم؟ با این که آقای خوناشام هم کالای آرزو رو میخرن. خونای مردم رو میخورن. میاشامد. میمیریدم. داری میمیریدی الان داری میمیریدی. بعد تو یه ذره بخوای خونه مردا رو جمع کنی سنگین اذیت میشی. وزنشون زیاده. 3 خط داره مقدمه. کمک کن چیه؟ یا به خدا آخر اونو میخرم. یه مرد فرغونیه. الان چه ربطی به جملت داشته الان تو الان چی گفتی؟ بتونه مردا جمع کنه دیگه. چیو با فرغون خون جمع کنه؟ بعد دیگه مردا رو جمع کنه. بار میخوره. بار میزنه برات. خونه باربریه. آره باربره. اونا چی کاریم؟ باربریه لازم هم داشته. خیلی به درد شما چی یه داری؟ نگاهی براتون. یه این بر نگاه یه این کن. بر بازار. مترو شد. من یه زن خواب بهت میدم. این خوابه میتونی راحت خونشو بخوری. یه دونه اصلا تموم میشه. من همیشه باهاته. همیشه یه فرغون داری؟ مردینه. زن خوابه. زن خوابه بیدارم نمیشه. نه این زن خوابه آپشنش خوابه. بی زور چرا کارت میدید الکی فلان میکنی؟ خب شما چی داری؟ ابهت خوناشام پاساژ. ظاهرشه تو اصلا یه خوفناک باشی وسیله داشته باشی فرغون دست خوناشام نده میری سر ساختمون مگه مرده نه باره خزیمت خودش بره با فرغون سر چهار وایسه خوناشام نگاه کن بچه گیلاس دستشه شنه این دسته ببین چپش خالی خالیه دست چپش چی میدیم؟ یه عصای شعله‌ای چی بشه؟ دکمه یاد میزنی شعله‌اش میگم آتیش میدن نوکش بالا مزخرفه. چرا مزخرفه؟
این کارتو به نغمه بدم بهتر بشه. اصلا جان ببخش. آقا بابا حال نمی‌کنید بگم یکی دیگه بیاد خب چرا؟ اصلا شعله از آتیشی میشه دیگه. چه درد می‌کنه؟ خب خوناشامه. خب تو چه یه دونه دادی رفتی وقتی حمایت می‌کنی الان چرا می‌خوای حمایت کنی اصلا؟ برو خوب جنسش کن. من یه نینجام. میخوره برد. البته اینجا چه ذره یوبسه. کوب کرده. اینجا ببینم چی تو یاد. چنته دارید. منم آره. ببین هم دور 4 خط میخونه یه داستانی میگه اصلا یه چی دیگه بعد دوره لباسشویی بخر. ببین اینجاها یه سری لباسای سبک میپوشن دیگه، همش میپرن این آره. برون و خب بیا من یه علنگوی کیفی بهت میدم. کیف اصلا تو مشکل تو جمله قبلشه تو به کیف وسایلمه. آره کیف علنگو بدوزی اون کیف به دردت بخوره. کیف باز میشه وسایل بپوشه. این جمع هستی جمع و جور این راحت. چه اینجوری گفتی روش میزنی فکر روش کیف کنم. دست روش فکر دادی. میکنم. خب به خدا من یه نوار عکس بهت میدم. بیا همینو بخر. خب نوارکس چیه؟ که نوارکس چی اصلا؟ نمیدونم اون کیف علنگو داره نوارکس داره چی؟ شاید به دردش میکنه. نه چی هست کالاه؟ اون نوار توضیح بده. عکسی که این قراره. نوار قدیمی های آره، فیلم برداری خب ببندی عکساتو جای چشمند عکساتو میتونی ببنده. توش ثبت کنی. نه دیگه لحظاتون ثبت. لحظاتی که توش مثلا حرکاتی انجام دادی که خیلی جالب بود و میتونی توش ثبت کنی. بیا همینو ببر. تو فضایش ندید ببر خب تو چی داری؟ نینجا الان چه شکلی؟ او شما اصلا به کارت مرغ دیگه. بازی اصلا محور کارت هاست. آره مثل تو نیستم آقا کارت بهم اون ببین اباحت داشت نذاشتی بشه لباس مشکی ببین سیاه فلان بله. قشنگ چون نینجایی تو شب میره میاد حالا دیده جلوز نشه. نمیشه نه؟ حالا ایشون ممکنه دلش بخواد آدامس بخوره بله. یه آدامس سیاه داشته باشه چی که داره؟ مثل خودش سیاه باشه عکساشو توش ثبت کنی بیا. بهتره. بابا آدامس سیاه به نینجا سیاه پوش میاد نظرم یه نوار عکس آدامس باشه باشه عکساشو توش ثبت کنه. آدامس سیاه رو شما اینطوری میگه سیاه دیده نمیشه جایی تو شب دیده آها، نمیشه من حتما ما اینو یه بار هول بدیم چرا بعد دیگه یکی دیگه رو برداری این حداقل یه چیزی داره. چی وسایلم داره چی توش بود. تو آدامس نمیخوری دیگه نه خیلی. اون که داشت دیدی؟ دیگه. گفتم هر کی تو آها آره من دارم. گفتم هر کی نسبت به قیافه و شخصیت چیز میاد بله. بادیگارد دار. گدا که بهتره آدم سگ بشه گدانش ببین شما چرا تو برد نگو چی داری؟ الان میگه آقا چی چاپی شما داره بادیگاردی خب بادیگارد باید محافظت کنی باید حواسش به همه چیز ولی ممکنه این وقتا یه دستش یه چیزایی در بره هرگز داری کار من میبری زیر سوال؟ نه ممکن من دارم کارتون رو قوی تر نه میکنم میگی داره کارم میره زیر ممکنه سوال بابا اینو ممکنه یه کاری کنی چیز از دست در بره طرف تروشه من یه کمربند زمان بهت میدم میزنی رو کمربنده همه چی استوب میشه بعد می‌تونی- کمربند زمان رو میزنم رو کمربند ها؟ نه میزنی یه کمربند زمان بستی یه دست میزنی به کمربنده اون زمان استوب میشه میتونی اون شخصی که کنارتر رو از اون منطقه عبور بدی از خطر در امان باشی و اینکه میتونی با این کمربند زمان اگه طرف ترور شد برگردی عقب جلو هم میکنه به جز استاپ و پله عقب جلو هم میکنه آپشن داره خیلی یه پلتفرمی هست آره، اصلا فیلم هم یه- نشون میده برنامه‌ریزیش به خودمون بود. خب بله. از اونجایی که تو خیلی مشغلت زیاده کی گفته؟ من میگم ما با یکی میرم با یکی میام خیلی راحت هم برای اینکه حواست به همه چی باشه باید یه عروسک کامپیوتری داشته باشی که همه چیز تو واسه تحلیل کنه از خب بگو چه اتفاقاتی که ثابت از کمربند اتفاقاتی زمان که پله چرا کردی بردیش؟ گفتم اومد ببینه، نشون داشتم بده. میگفتم دیگه فکر کردی گروه میگم بگو برای اینکه اتفاقاتی که دورت میفته رو باید تحلیل کنه تا بهت بگه مثل یه جیمی کنارت باشه چی بگه؟ که بگه این آدم خطرناکیه دستیار باید صوتیه پردازش مثلا کنه. آره دیگه. هوش مصنوعی خیلی. چت جی پی تی ولی ما این همه یه چیز چیز جنسمون درجه یکه این اصلا برمیگردی به بگو. فرآیندی که زدی تو این چیزای چرت و پرت فانتزی یعنی نمیخوای که مردم شما یه درست دستیار باشن، همیشه احتیاج داره غلط باشن راست کار باشن بکنه یا نه؟ دروغ باشن تو یه سلاح کلاسیک میخواد
من اصر هم نوینه. کلاسیک باشه هم که یکم خوشگل مشکل باشه. من یه بیله راه به تو میدم. عالی شد. من با اومد یه بیل لازم بگیرم. یه بیل راه ولی بیل دیدم داشته شما باشی یه کنارت جیمی در احتیاج کنار دارید. این اسلحه فروشنده تو های تای پاساژ ولش کن. بیا همین جیمیزو بگیر. یه آش به تو سرت با این عروسک کامپیوتری برخواستی با خودم ببرم خاک بزنه بیل لازم بگیرم با عروسک. ببین پرو گرفت از من با تو بابا. آره گفتم حساب شخصیت بیا دوز بانک گدا دید نمیصرفه اومد روش دوز بانک. تمام ایزی. من که نمیتونم مسلما به من چیز نمیدید شما. آقا نمیدید دیگه معلومه داره همه میبینید. دوستان عزیز قبل اینکه سابسکرایب کردید کامنت گذاشتید شما همون یه نفر دو نفر گذاشتید خودت بگو یه نفر ببینم من واقعا حق داشتم یا نه. فروشنده خوب اینجا کیه؟ شما انتخاب کنید اون زیر برامون بنویسید. فروشنده خوب اینجا کیه؟ اینو نگاه کن میخوای ببری؟ آره. از کجا فهمیدی؟ کارتمو دیدی؟ برو. خب من از اونجایی که شما یه دزد خوبی هستی دزد بانکی دیدی داره توهین میکنه به من که برخورد تو رو نمیدونم. من یه شمشیر تیغ بهت میدم. نه یه تیغ شمشیرم میشه. بابا اصلا نمیدونی چی برنف میشه اون به اون میگه. میتونی از یه جنس استفاده های دیگه هم بکنی. شمشیر تیغ چیه؟ یه تیغ شمشیر بهت میدم. هر جا خود شمشیرم احساس نمیدی. کردی که اینا با جالبه. در خطری میتونی ازش استفاده. خود شمشیرم نمیدی. تیغشو یعنی دسته آره. نداره. دستش ممکنه جاش ازش جا میشه. اون بدون دستی که بیشتر جا میشه. نه به نظر من که شما یه تو با خودت یه رو راست شو ببین. نیاز داری و همینطور یه شمشیر تیغه. یه اسکل رفته تو با پولا رو بدید من دستم نداره. جدی نمیگیرم. ببین دستش دست خودش هستا. کو دسته چی؟ اینا دیگه اون دست. تفنگ دسته. بالاخره میتونه از آن تیغه رو می‌کنه توش. اونو ببین نگاه کن. یه سرمایه الان دارم میفروشه به اون تفنگای قرن نمیدونم چنده 1010 یه دونه تیغ هم داره. خب ببین تو اون چیکاره؟ بیا جای اون تیغ شمشیر بزن. خب ببین تو علاوه بر تکنیک های دزدی که داری باید زور بازو هم داشته باشی. من بهت یه تنبل محدوده عضله ورزیده کن میدم. کنش کو عضله ورزه تو بزن ببین کن میکنه یا نه. اسم محصولم عضله ورزیده است ولی خب این کارو میکنه دیگه عضله ورزیده. عضلات ورزیده میشه با این کالا. ببین که هم حاضر تیغ شمشیر به دسته رو بخره ولی چیزی که عضله بشه مثلا گندشه به دوزی رو نخره. یا همینش به گنده این میگم فامیل بازی. اون شکم داره عضله است اون چربیه. دزد میره دزدی چیکار میکنه؟ چی داره همراهش؟ بابا شما با رو کارت باید بازی کنی. ساکه اون ساکه شبیه چی ساکی چیسته. چیزی شما این کالاها طلاها نمیدونم هرچی وسایلت میدوزی و هم داری میاد. وسیله چی میخواد؟ یه تور پشمالو. بذار من بگم اصلا میتونی زرگی بگو مزخرف. پشمالو چیه مسخره بازی؟ تور یه تور شطرنج تور ریزه بله. توش میندازی. پشمالو هم هست که تو زمستون هم میتونی استفاده کنی. بذار تا جمله تموم بشه. آقا تور وسیله میبرن این ورماندی حالا این مدلش پشم. خب من یه کشتی گیرم. تمام به خدا اگه اینو نگیری آدم سه بلند میشم میرم بازی. دور آخره؟ بله میتونه دور آخر. آره دو دور بازی کنیم حالا نمیخواد کارت تموم شه تا فردا صبح. یه دورم محمد برنده شه. آرمین جان اونور چیز میکنه باتری نداریم نور داره. چش صدا هست 1 2 3 آرمین اوکی پولیشه. ببین شما برای اینکه کشتیگیر خیلی چی بگو از تو کانال 3 تا الان ازت یه کشتی
یه ورزش آقا من مگه اومدم مغازه شما؟ قوی باشی چیه دستفروشی واسه من این برم فعلا. چی یه دستفروش؟ ورزشکار خیلی قوی باشی نیاز داری که خوب باشی ورزش کنی. نه بابا. یه سری ابزار و وسایل احتیاج داری که بتونی برای گرم کردن و کلا ورزش ازش استفاده کنی. یه من چت یه الان یه لوله چت حلقه‌ای بهت میدم بتونی تو ورزشات ازش استفاده لوله حلقه کنی. چیه؟ لوله حلقه کجاش بخوری؟ آرزون چی حلقه است بزنی؟ حلقه است نه یه لوله حلقه‌ایه. خب دیگه جرده دیگه یه لوله جردی میگن حلقه فکر آقا کردم از معنی ایناست که میندازن دورشون یه نه دونه. میتونه اونم باشه آه. میتونه لوله باشه آویزون آه، باشه ورزش بارفیکس کنه. بزنه میتونه با این عالی. ورزش می‌دونی چی کنه. با اون ابهت ابزار مثلا ورزش. حسن یزدانی اینطوری قرب بده دارم گرم میکنم میتونه البته تو هم کشتیگیر خونگیه میتونه حلقه بزنه توش بکنه. سیر چه مگه شما چی بفرمایید دارید؟ افتضاح ببین ما بارمون ته کشیده آخرین چیزایی که دارم واسه رو میکنم. آشغاله من یه اشک طمع برات رو میکنم. بله. میخوره می‌دونی نه. یا با اشکش ببین میاد میتونه چیزشو رقیبشو اون که باش مبارزه میکنن رو با اشکش- اشک طمع دلشو بسوزونم واسش که بذارم در اون واسه یه اون گریه میکنه من چرا طمع داره خب چون داره علکی گریه میکنه برای اشک اینکه تمسا ببره شنیده بودیم اشک تمنش همونه تقریبا. روش حساب کن. عزیزم باز شما نمیدونم چرا به کار توجه نمیکنی کشتیگیرا یه دو بنده تنش پشماش اصولا نه اصولا لختن فقط یه دو بندهش بله، و ورزش بسیار سنگین و درگیر کننده ایه عرق زیاد کن یک بار تو عمرت رفته باشی توی باشگاه که کشتیگیر باشه می‌بینی همش در حال ضد عفونی کردن که قارچ نگیرن که بیشترشون هم قارچ میگیرن خب. قارچ پوستی شما یه دستمال صابونی می‌خوای واسه وقتی تمرین داری می‌کنی یا مسابقه می‌کنی نظافتت خودت اون موقع چیز کنی سفید ببینم کشتیگیر عرقشو میخواد پاک کنه یا قارچ میگیرن میره من خوش رو تشک اینا میماله نه دستمال صابونی نظافت من الایمان حالا کی گفتی خدا حالشه به خدا میزدم با یه چیزی میزدم ایمان نمیکنه خریدم پیدا کردی. یه بار عقلش کار کرد افتاد اونم افتاد او بایش نکن یا کارت هم بایی کرد ناراحت شدی؟ بده دیگه دوتا کارت دیگه رو کن دردت گره؟ من یه پرستار خب خب بگو بگم بفرما تمام بله تمام ببین شما یه پرستاری معمولا بیمارات بی‌حالن حوصله ندارن علاوه بر اینکه شما یه پرستار خوبی باید یه ذره روحیه بهشون بدی یه ذره شادشون کنی من یه فیلم تنبک بهت میدم احساس کردی فضای محیط یه ذره کدره یه ذره بی‌حوصله فیلمو پخش می‌کنی یه تنبک بزن فقط. بری تو فیلم یه تنبکه وایستاده اصلا یه من حالی میشه تنبکم. بچه‌ها. فیلم تنبک چیه؟ چی داری؟ فیلمی که تنبک پخش من میکنه؟ یه یه فیلم خیلی شاد و کمدی و اسم فیلمه آره اسم فیلم از فیلم خودت تنبک. زدی آره. فیلم فروختی خیلی فیلم شادی و سخیفه روحیه میده. سخیفه مهم تنبک اینه معلومه که- سینما ایران هم اونو پخش بچه‌ها نمیکنه روحیه پژمان میگیرن. جمشیدی هم نمیره تو اون فیلم بازی کنه از اونجایی که بیماره تو خیلی ممکنه درده زیادی داشته باشن بیماران عزیز به شما بر نخوره واقعا اینا هر چی در درشون داره شما- شما بیماران دارن میگن یکی دارم به میگم. یک جعبه حالا یه بیماری لذت شب بخش نشست احتیاج ادویه‌شش نگاه داری کرد برنامه ما خب که چی به داره؟ اون بیمار هدیه بدی و لذت رو به اون بیمار هدیه بدی وای چه جعبه بیماری و خودم وای با اون جعبه اون میشه جعبه ای دارم من باعث میشه که اون بیمار تو راهنمایی خود دادم میگم حداقل لذت یک میبری مقدار اون جعبه رو توضیح بهتره. چرا لذت بخشه ممکنه دست بزنی لذت میبره ممکنه هر چیزی که جان. دوست بخواد توش داشته باشه هر چیزی که بیماره بخواد داره. آره خوبه تو بگو حالا نه دوستان بسیار خوشحالم که از جنبه خوبی وارد شدن بیمار علاوه روحی مریضه باید آقا شادش چرا کرد بیمارات رو این میکنی نه علاوه روحی خسته من از است. بیماران عزیز همینجا تو عذرخواهی چیز می‌کنم. بیمارایی بله. ده. خب شما باید درست میگم باید روحیه بدیم نه با این وسیله مسخره اون که اصلا معلوم نیست چیه اینم که یه چیز به مالی چیز میشه حالا نتونه به مال خواب باشه حالش بد تو با یه وسیله خودت باید بری کمکشون کنی یه تلمبه خنده‌دار تلمبه دستته تو میتونی باشه کاری بکنی اون آقا این وسیله که خنده‌دار باشه است نه یه چیزی لذت بخش یا فیلمه که فلانه یه جعبه من فیلم تنبک رو می‌گم.
بابا جلنبه خنده چی حوصله نداره 3 ساعت فیلم جعبه ببینه. ممکنه هر چیزی واسه اون بیمار داشته باشه. اون مثبت 18 به نظر من. من که جادوگر ماجیکا یه کشتیگیر ببینم بردم جادوگرشون ارزش خیلی نداره. کارتش کیوته. واو کارتای کیه؟ خیلی کیوت. آرزو تویی تو انتخاب کردی؟ شبیه چیزه شبیه مامان آشپزا. یعنی چی؟ من مادران گرامی عذرخواهی بابا میکنم تو این بسیار روی شما چیز مادرانی. بعد اینکه سابسکرایب کردید کامنت گذاشتید کامنت منفی برامون رو بذارید. خب ببین چیو؟ جادوگر همیشه یه چوب یه عصا یه چیزی دارن که خیلی فاز جادوگری بهشون میده. دارن، قبول مثلا. داری؟ آره. ما الان یه جارو دارم. از اونجایی که جارویی قیافت داری؟ خیلی فانه. یعنی چی؟ وسیله باید یه ذره متفاوت باشه برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنی. من یه تناب ردآور تنابه رد و برق چیه؟ یه این دری کرد و این نزد چی میشه؟ خوری میندازی هوا ردآور میدن میندازی هوا. اولش فانه ولی بعد رعب و وحشت ایجاد. خب از اونجایی که شما تناب یک رد و برق. جادوگر هستی بابا چقدر ممکنه تاکید بهت روی من حمله هم چیه؟ بشه و شما یک سپر می‌خواد؟ شنلی احتیاج داری یا شنل سپر قشنگه. جنگ کنی عوض شنل میکنی سپر شنل سپر احتیاج داری که تارگت نخوری خب و این خیلی به تناب دردت ردآور میخوره. فان. خب ببین شخصیت همون کسی که ما نمیفهمیم. تو جادوگرا رو هیچ کس دوست نداره، معمولا بهشون میگن عجوزه. من بهت یه مردم به مرد چتر- عجوزه نمیگه. چرا به تو هم میگن یه چتر عشق میدم که دوست داشته باشه. شما یه جادوگر دیدید جادوگر سینگل کسی دوست نباشه؟ داره؟ آره دیگه دوست داشته باشن مردم، اینقدر از تنهایی و سینگلی چرا در جادوگر بیان. به نظر من ابزار کار به خیلی گور مهمه می‌شه. تناب ردآور و نری میکنی خیلی اجوزه. عشق را دریاب. شما الان چیزی که نداری یه شنل سپر. من چون آدم احساسی هستم چت عشق رو برمی‌دارم. باز هم به همین نکته بزن. دوستان دیدید همینطوری میتونی اینطوری هم بازی کنی که بسیار کثیفه ولی خودشون الان ناامید شدن. دیدی؟ عجیب به جون کنی. با این چیز فرهنگی یا این چیز سرویس چه با این چیز فرهنگی نگفتیم؟ شما سری قبلی انجام دادید؟ بله فیلمشو گذاشتیم. بله خوردی؟ میتونیم با اون بریم تو چیز سالمندا. اون چیزه آره خانه سالمندا محمد میرقصه و دست میذاره. آره من که بلد نیستم. ما شادشون کنیم بسیار کار قشنگیه. ما چیکار کنیم؟ دوباره می‌خوایم بفرستیم لب خیابون آشغال جمع کنیم دیگه. دست کنیم تو آشغال پاشغالا. آشغال بخواد جای جمع کنیم. ما که فرستادیم آشغال هم تاثیرگار بود. آشغالای دیگر میدم. می‌بینیم بنوزیمش تو جوب. میره تو جوب آشغال جمع می‌کنه من اون بالا میریزم توش. حالا بخوایم برنامه‌های شخصیمون رو تو این برنامه نه نگیم. میخوای تو جنگل جمع کنی. آفرین مشکل گفتیم دیگه آشغال آره، جمع‌آوری آشغال از طبیعت من اونو دوست دارم. به ما ربط داره با چیز بیا دنبالم. آقا من دستکش دستم میکنم مثل دفعه قبل که من فیلتر رو جمع کنم با دستکش جمع کنم. وردی شما با اون کیسه میای من تو جمع میکنم میذارم. باشه. بعد برمی‌داری میبری ها. باش. همه جمع‌آوریش با تو. من فقط این حمل و کسافت نقلش کاری که منظورت دیگه جمع آوریش با توی حمل و آفرین نقلش. کسافت کاریش با منه دیگه اون چه اتفاقی میفته بخوای ببری بالای کوه ببری سطحشو به من ربط داره تو میبری. باش. آه. بسته شد. ممنونم از اینکه ما رو دنبال راست تو بگو کردید. دیگه تو گرداننده بودی. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، ممنون میشیم. ویدیو بعدی ما کیه؟ با بنده نغمه خانم. با بنده باشه بنده نوازه با نغمه هستیم با یکی از این بازی که اینجا میبینید. امیدوارم که این ویدیو داشتم براتون حرف خوب می‌زدم. باشه بهتون خوش خواست گذشته دادم. باشه. ببخشید اگه یه ذره شلوغی کردیم. روز ما بخیر. رفتیم خدافظ. مهمونی روز و روزگار خوش.